سوال بعدی من از جناب مهندس بندویی است، اما پیش از این که من سوال را از جناب مهندس بپرسم، یه کلیپی هست در مورد مناطقی از بلوچستان که الان جدا شدند و به استانهای دیگه در واقع ملحق شدند. این کلیپ را با هم میبینیم و بعد من سوالم از مهندس بندویی میپرسم. اتاق فرمان. شهرستان جاست و بخش لیردف هست. سفری را آغاز کردیم به یکی از مناطق محروم استان هرمزگان که دغدغه‌های بسیار زیادی مردم اون منطقه دارند. منطقه نوگین نگیشتان شرق شهرستان جاست. سفری داریم به قلب محرومیت استان هرمزگان، جایی که راههایش صعب العبور و سنگلاخی هستند و جانهای بسیاری را اسیر خود کردند. وضعیت آب در آنجا پنج است و تأمین آب شرب بهداشتی خواسته مردم. خواهی بهداشتش منتظر تکمیل و تجهیز و حضور یک بهوست. آنجا منطقه‌ای است که ترک تحصیل بیداد می‌کند و دختران دانش‌آموزش در آرزوی ادامه تحصیل و گذر از کلاس ششم هستند. از کیلومتری بخش لیردف به سمت منطقه نوگین و گیش رفته رفته جاده روی دیگر خود را به ما نشان داد. راه‌های صعب العبور و سنگلاخی و قرار گرفتن در مسیر رودخانه ندیج تردد به منطقه را سخت کرده است. این وضعیت جاده که نوگین و گیشتان هست، مسئولین محترم خودشان بیان ببینند واقعا مردم این منطقه چه زجری میکشند از دست این جاده. چندین سال هست که مردم این منطقه کودکان و نوجوانان زیادی از دست دادند به علت صعب العبور و خرابی این جاده. مسیر 80 کیلومتری منطقه در حدود بیش از 3 ساعت طی کردیم. مردم منطقه داغ‌های زیادی که به خاطر نبود راه دسترسی مناسب دیدند میگویند. لیردف تا بیا جانوری تا بیا نوگین و گیشتان برسد نزدیک 110 کیلو 30 کیلومتر راهی که اصلا که خود دیده خود خبرنگار دیدی که چه اندازه مشکلات ما هست. این مشکلات ما دولت یکی کنه از لطف بر رحمتی خود این راه ما یعنی ساعت زودتر به عمل برسانید و پیگیر با که ما خیلی بعضی این مریض داشته باشیم، مریض زایمان داشتیم، این خیلی پا ما کنه آقی جاده شهر کنه گرفتار فارمی ما. وای وای ما میواریا می زاویا چه ما واره بعد بحته وار اگر وار بی زمستون بی بریم پواری دو بریم پلیداب پچو مریضه پواری پ مریضی پ بعد بحتی پ موتور پواری بکاب بسر. راه آنقدر صعب العبور و سنگی بود که موتورسیکلت ما نیز پنچر شد. یکی از مشکلات مهم مناطق نوگین و گیشتان جاده است. متاسفانه مسیر 80 کیلومتری است به سمت لیردف که جاده در واقع خاکی است و صعب العبور و خیلی خیلی هم خطرناک و پرخطر است و آنها اصلی ترین و مشکل این مناطق ها همین جاده است. درست بشه دیگه تمام چیزها ان شاء الله تعالی خوب و حل می شوند. خواهی به حق مردم این منطقه احداث راه دسترسی مناسب تا مرکز بخش لیردف است. میثم میرزاده، خبرانی تصمیم. بله، این یه نمونه‌ای بود در واقع. تنها جاده نیست، مشکلات زیادی این مردم دارند. مردمی که یه زمانی جزو بلوچستان بودند و امروز به استانهای همسایه در واقع الحاق شدند. جناب آقای مهندس بندویی، ادعای ظاهری دولت از تقسیم بلوچستان توسعه است. به نظر شما آیا جاهایی، نمونه شما نشان دادیم، میخوایم توضیحات بیشتر شما را بشنویم، قبلا تقسیم شدند به استان کرمان یا به هرمزگان یا به خراسان در واقع الحاق شدند، آیا توسعه یافتند یا توسعه نیافتند؟ من از سلام دارم خدمت
شما مهمانان گرامی و همچنین بینندگان عزیز. من یه خواهش از شما دارم جناب آقای مولدی، با توجه به کمبود برنامه لطف کنید به من همین یک بار فرصت بدید که صحبتمون تموم بکنم. بفرمایید. شما به درستی اتفاقا 2 تا کلیپ نشون دادید، یکی از جناب دکتر امینی فرد بود و یکی همین الانی که واقعا زجه‌ای که اون مادر توی صداش هست میکشه، آقای خامنه‌ای و خامنه‌ای هایی که الان در ارتباط با اون مردی که در آمریکا در واقع میگه من زیر زانوی اون پلیس دارم خفه میشم، الان نزدیک به 1 قرن هست که مردم بلوچ در واقع دارن خفه میشن، به دلیل اینکه از همون ابتدایی که جناب دکتر امینی فرد به درستی اشاره کردن که 1870 بود که اولین بار بلوچستان رو انگلیسی ها تیکه تیکه کردن و با همکاری به اصطلاح که با هم دیگه داشتن این بخش از بلوچستان رو که به عنوان بلوچستان غربی هست تحویل ایران دادن، که متاسفانه بار دیگر دوران رضا شاه هم مجددا گرفتن و دادن تحویل اینا. اما از همون ابتدا با توجه به موقعیت و جایگاه استراتژیکی که بلوچستان و بخصوص همین منطقه ساحلی که این همه طرح دارن براش، مورد نظر این امپراتوری های به قول معروف از انگلیس بگیریم تا امپراتوری اون زمان نمیدونم قاجاری اینا بود و بعدش هم امپراتوری پهلوی بودش اینا، متاسفانه از همون زمان آغاز کردن به این که این هویت رو از مردم بلوچ بگیرند و اصلا بلوچ رو برایشان هیچ اهمیتی نداشت به عنوان انسان، فقط جایگاه استراتژیکی اون سرزمین بوده است. شاهد هستید بلوچستان همون زمان 3 قطعه بسیار بزرگش رو دادن به خراسان و دادن به کرمان و دادن به هرمزگان. این یک گزارش بسیار کوچیکی بود از زندگی مردمی که در کنار اون ساحلی که واقعا تمام دنیا در واقع دارن برای سر و کله میشکنن که رد پای برای خودشون داشته باشن، جای پای برای خودشون اونجا داشته باشن. متاسفانه با توجه به برنامه‌های استعمارگرانه‌ای که از ابتدا هم انگلیسی‌ها در واقع مبلغ و مشوق این جانیان بودند و همین حکومت‌های مرکزی که ایران رو در واقع میخوان فقط تحت حاکمیت یک ملت و یک فرهنگ و یک نژاد و یک مذهب هم در بیارن، همیشه نگاه‌های نژادی، نگاه‌های ضد هویتی در ارتباط با بلوچ و کرد و نمیدونم عرب و بقیه داشتن. بنابراین این مسئله تقسیم و تیکه تیکه کردن یکی از همون اهداف بی هویت کردن ملت بلوچ، مردم بلوچه. و متاسفانه خیلی کوتاه بخوام بکنم، مأموریت اجرای این طرح تیکه تیکه کردن بلوچستان رو و هویت زدایی از مردم و ملت بلوچ رو متاسفانه به نوادگان آقای اسدالله علم دادن و این نوادگان اسدالله علم چه در دوران آقای رضا شاه پهلوی چه در دوران محمد رضا شاه پهلوی همیشه مجری همین سیاست ها بودن در بلوچستان. و با توجه به این که همین خانواده علم و کلا اونایی که اون بخش از خراسان هستن همیشه تلاش داشتن که بخش های از دریاچه هامون رو تو دستشون بگیرن، به مرور زمان توانستن به هر حال دستیابی داشته باشند و بخش های از کنارهای همون دریاچه هامون که به هر حال اون روستاهایی که حسین آباد و ناصر آباد بود همه خبر داریم که در دوران حکومت پهلوی در واقع اسم همون روستاها رو گذاشتن زابل. و از همون زمان متاسفانه بخشی از همین کسانی رو که اینها منتقل کرده بودند در طول به هر حال صدها سال اونجا که به شکلی حضور داشته باشند، از وجود بخشی از همینها که در اون زمان در واقع ذوب شده بودند در فرمانروایی آنچه که از مرکز ایران اومد و این زمان هم یه بخشی هستند که ذوب شدن در ولایت فقیه، مجریان سیاست تیکه تیکه کردن بلوچستان، قطع کردن بلوچستان متاسفانه در دست کسانی است که به شکل از اشکال، متاسفانه اینو باید عرض کنم اگه دقت کردید بیشتر این کارها پیش برندش کسانی هستند که به شکلی به بیرجند و اون اطراف اونجاها ریشه دارن. متاسفانه در نتیجه این تحرکاتی رو که علی آقای استاندار خراسانی سیستان بلوچستان آقای محبتی انجام دارن میدن و به دست گرفتن امور ادارات کل دانشگاه ها در بلوچستان توسط همین دار و دسته ها داره هدایت میشه. بنابراین مردم بلوچ باید آگاهانه و متحدانه در ارتباط با این تیکه تیکه کردن هایی که هم اکنون تلاش این است که حتی اسم بلوچستان رو حذف کنند از اون منطقه، از اون نقشه تاریخ
و حتی اگر چنانچه بخواند این بار مطرح کنند که خیر ما میخوایم اسم بلوچستان رو مطرح کنیم در هر قطعه که مطرح میکنیم، اینا همش بهانه است برای قطعه کردن زمین از نظر ارضی و تقسیم کردن مردم بلوچ. یه مدتی مردم بلوچ رو حول حوش مسئله زی و تایفه‌ای در واقع تیکه تیکه کرده بودن. الان میخوان به پشتبند همون سیاست قدیمی متاسفانه الان میخوان تیکه تیکه حتی از نظر منطقه‌ای هم بکنن. در نتیجه و مطمئن باشید که اختلافات هم در میان همین تیکه هم خواهند انداخت حتی اگر اسم این قطعه های تیکه شده بلوچستان حفظ بشه. بنابراین یه مسئولیت بسیار بسیار سنگین در روی دوش نخبگان بلوچ و بخصوص اون بخش از نخبگان بلوچی که در داخل هستند و به شکل‌های متاسفانه رابط هستند، کارچاخ‌کن‌های این رژیم‌های مرکزگرا هستند. حواسشون باید جمع باشه در ارتباط با این توطئه‌ها، متحدانه با ملت مظلوم بلوچی که هنوز نمیتونه پس از 100 سال در بودن با ایران نفس بکشه و در حال خفه شدن هست. هر روز این فشار روی گلوی این ملت داره واقعا تنگتر و تنگتر میشه. دست به دست هم دیگه بدن و جلوی این فاجعه رو که ملت بلوچ رو قطع قطع کردن از بین دارن میبرن، جلوی قطع کردن این سرزمین بلوچستان رو بگیرن و حتی ضرورت هست که اون بخش از بلوچستانی که جدا کردن تحت عنوان اینکه چون بلوچستان وسیع هست و قادر نیستند که بلوچستان رو آباد کنن، بیدیم به بخشایش نمیدونن به خراسان و کرمان و فلان که بدترین نوع زندگی رو طبق آمارهای خود جمهوری اسلامی و حتی در دوران اون رژیم هم داشتن. اینها همین مردم خودشون باید فشار بیارن ما میخوایم برگردیم به همون بلوچستانی که به عنوان مادر ما است ما اونجا بمونیم. خیلی عذر میخوام که فرصت رو به من دادید، من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. بسیار ممنون و متشکرم.